سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ساش ضعیفی مؤلف گیون غیر رسمی بدخشان ترک تاجیکستان کرد. فرار 6 محبوس سابقی که شرکت واگنر به جنگ اوکراین فرستاده بود. رژیم دهان منتقدان را میبندد. انتقاد تند خبرنگاران بدون مرز، حکم زندان 4 ژورنالیست تاجیک. پوتین به 4 نفر از تاجیکستان اردن داد. از 1 ینور نرخ پتنت مهاجران در ولایت‌های روسیه باز بالاتر رفت. مرگ جوان تاجیک در عرفه سال نو هنگام شستن بنزینکش در پتربورگ. یک زن تاجیک را در روسیه برای کشتن یک زن قرغیز دستگیر کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. شاعر، آهنگساز و آوازخوان شناخته پامیری ساش ضعیفی هنوز در پایان تابستان سال 2022 ترک ولایت مختار کوهستان بدخشان و تاجیکستان کرده حالا در یکی از کشورهای اروپا قرار دارد. در این باره روز 2 ینور سال 2023 با تکیه به چند منبع نزدیک به ساش ضعیفی، پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. به گفته همصحبتان این نشریه، ساش ضعیفی به این هم چندین سال باز تحت فشار از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان قرار داشت، ولی بعد تعقیبات سراسری فعالان پامیری که از ماه نوامبر سال 2021 وسعت گرفت، بسیاری‌ها از احتمال زندانی شدن ضعیفی ترس داشتند و از این رو نزدیکانش به او مصلحت دادند که فوراً تاجیکستان را ترک کند. او خیلی در هیجان و حالت سخت مایوسی قرار داشت و به این دلیل وضع سلامتیش هم به شدت بد شده بود. ما این همه مدت راهی رو می جستیم که او را به یگان مکان امن براریم و در پی معالجه شویم. او قریب نیم سال در قلمرو یک کشور بی‌طرف منتظر ویزا نشست. نقل کرده است یکی از دوستان آوازخوان پامیری. درباره به کدام کشور اروپایی پناه بردن ساش ضعیفی چیزی گفته نمی شود، ولی در عکسی که پامیر دیلی نیوز نشر کرد، این هنرمند زاده بدخشان در درآمدگاه قرارگاه اساسی اداره کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان ثبت شده است. این اداره در قصر ویلسون در شهر ژنو شویڅاریا جایگیر شده است. معلوم نیست که آیا ساش ضعیفی در اروپا پناهگاه سیاسی خواهد پرسید و یا فقط برای معالجه آمده است. خود آوازخوان تا کنون درباره سبب‌های ترک تاجیکستان کردنش یگان اظهارات نداده است، ولی نزدیکانش گفتند که او برای خود و ایجادیاتش ادامه داده است. ساش ضعیفی که نام اصلیش شیرینشاه معصوموف یکی از مشهورترین شاعران و آوازخوان‌های مردمی در بدخشان به شمار می رود. او از زادگاهش نوی شغنان خیلی کم به بیرون سفر می کرد. ساش ضعیفی اساساً به زبان شغنانی شعر و ترانه می نویسد. او در اشعارش درباره عدالت، دین، آزادی و محبت به وطن می نویسد. به فرق از دیگر هنرمندان تاجیک که از دست دادن به موضوعهای حساس سیاسی پرهیز می کنند، در مسائل سیاسی نیز ترانه می خواند. مشهورترین ترانه ضعیفی اوزم ژیوشتو ای وطن حتی گیمن غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان دانسته می شود و تقریبا یگان معرکه زادگان این ولایت مختار بدون این ترانه نمی گذرد. در ولایت رستوف روسیه 6 در خرید گروه واگنر را تحت جستجو قرار دادند. بنا به نوشته مطبوعات محلی، این 6 نفر محبوسانی بودند که در محبس‌های روسیه ادای جزا می‌کردند. گفته می‌شود این 6 نفر 3 نفر شهروندان ازبکستان، 1 نفر شهروند روسیه، 1 نفر شهروند قرغیزستان و یکی دیگر از بلاروس بودند. بنا به گزارش‌ها این سابق محبوسان و عین حال زرخریدان واگنر سحنه 21 دکبر سال 2022 از تمرینگاه نظامی متعلق به واگنر که در ولایت غصب شده لوگانسک اوکراین جایگیر شده است فرار کردند. آنها مسلح بوده برای جامعه خیلی خطرناکند. بنا به فرضیه مقامات روسیه آنها در حدود ولایت رستوف پنهان شدند. پلیس به این دلیل از شهروندان خواسته است که هنگام دیدن شخصان در تن لباس حربی به رقم 112 تماس گیرند. پس از تلفات خیلی زیاد نظامیان روسیه در تیر ماه سال 2022 در جنگ با اوکراین، رسانه‌ها خبر دادند که گروه چوک واگنر و وزارت مدافع روسیه مجبور شدند که محبوسان را از محبس‌های روسیه جمع گیر کرده به طور اجباری همچون سرباز به میدان جنگ فرستند.
شرکت واگنر به ایوگنی پریگوژن معروف به لقب آشپز پوتین یک نفر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تعلق دارد. این شرکت سال 2013 تأسیس داده شده شرکت خصوصی حربی است که با جلب زرخریدان در جنگ‌های سوریه، عراق، سومالی، لیبیا، جمهوری افریقای مرکزی و اوکراین نام برآورده است. اگر جلب محبوسان به جنگ غیر قانونی است و قانونگذاری روسیه نیز اجازه آن را نمیدهد، تا به حال به گفته فعالان جمعیتی از زندانهای روسیه حدود 30,000 محبوس‌ها را به جنگ فرستادند. در بین آنها شهروندان خارجی از جمله محبوسان زاده تاجیکستانی هستند. تنها در ماه دکامبر سال 2022 در ولایت ختلون جسد 2 نفری را دفن کردند که به گفته خویش و تبارشان در زندانهای روسیه ادای جزا می‌کردند، ولی در اوکراین در میدان جنگ کشته شدند. از آنها بابوعزیز تویدیف و منوچیر شودیف نام میبرند. تویدیف 22 ساله را روز 12 دکامبر به تاجیکستان آورده در زادگاهش در ناحیه یوم به خاک سپاریدند. منوچیر شودیف 28 ساله را در ناحیه کوشانیان گرانیدند. حالت دیگری پیوستن محبوسان تاجیکستانی به گروه واگنر از زندان روسیه پس از تیرپرانی در بلگراد آشکار شد. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمانبر می‌شدند تا رفتن به ارتش در یک زندان در حدود ولایت برینسک ادای حکم می‌کرد. از او میراب رحمانوف نام میبرند. در این روی خط نام یک شهروند تاجیکستان با نام شاکربک ستاروف که در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود پیدا کردند. گفته می شود شرکت خصوصی حربی واگنر با وعده آزادی پیش از مهلت از محبس‌های روسیه محبوسان را به سطح خود جلب کرده به جنگ اوکراین می‌فرستد. مقامات ازبکستان و تاجیکستان قبلا شهروندان خود را از اشتراک در جنگ‌های خارجی هشدار داده بودند. در قانونگذاری تاجیکستان برای چنین عمل همچون جزا تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. سازمان‌های بین المللی خبرنگاران بدون مرز در اظهاراتی که روز 28 دکامبر سال 2022 در واکنش به حکم زندان 4 ژورنالیست تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده نشر کرد، با یک لحن تند از مقامات تاجیکستان انتقاد کرد و گفت رژیم امامعلی رحمان دهان همه گونه تنقیدگران را می‌بندد. خبرنگاران بدون مرز با تاکید به اینکه 4 ژورنالیست با گزارش‌های خود در موضوعی حساس به مقامات خلل می‌رسانیدند. گفت این سازمان شعبه اروپای شرقی و آسیای مرکزی سازمان خبرنگاران بدون مرز گفت این حکم‌های بیاد شدیده که از اول اکتبر به این سو پی هم صادر شدند برای ژورنالیستان مستقل که هنوز هم برای گفتن عقیده خود در تاجیکستان جرأت نشان میدهند مثل زنگوله مرگ است. مقامات تاجیکستان باید شکل دادن این فضای پر از ترس را که مانع لب به تنقید حکومت گشادن مطبوعات می شود بس کنند و ژورنالیستان را آزاد کنند. در سازمان خبرنگاران بدون مرز بر این باورند که این 4 ژورنالیست زندانی شده یک هدف عمومی داشتند: فعالیت آزادانه ژورنالیستی در تاجیکستان. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در میانه ماه ایون دستگیر و غربتی روز 4 اکتبر به 7 سال و 6 ماه زندان و دلیر امامعلی روز 7 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شدند. زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده در اول ماه ایول در پی با طلب رهایی همکسبان خود صدا بلند کردند و به حبس گرفته شدند. 1 ماه نوامبر و 2 ماه دکامبر به 7 سال زندان محکوم شدند. مرافعه‌های همه آنها پشت درهای بسته گذشت. همه آنها را به تروریسم و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کردند و نسبت همه آنها از شکنجه استفاده برده اعتراف گناهشان را به دست آوردند. خبرنگاران بدون مرز همچنین از سرنوشت بلاگر زاده بدخشان خسرو جمعیف معروف با تخلص خوشام گلیم یادآور شدند که او هم ماه دکامبر سال 2022 به 8 سال زندان محکوم شد. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفته است مقامات با این را می‌خواهند افکار جامعه را در کشور زیر نظارت کامل بگیرند که این به ایمیج تاجیکستان خیلی تاثیر منفی خواهد داشت. تاجیکستان در ردبندی 1 سال پیش خبرنگاران بدون مرز از لحاظ سطح آزادی مطبوعات در بین 180 کشور در مقام 152 جای گرفت
توجیکستان از سال 2015 در این رده‌بندی الکی 36 زینه پایین رفته است. موج بازداشت‌ها و حکم زندان ژورنالیستان به احتمال غالب موقع توجیکستان را در رده‌بندی امساله خبرنگاران بدون مرز باز هم پایین‌تر کرده می‌تواند دوشنبه را در بین سرکوبگران اساسی آزادی مطبوعات جایگیر کند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در عرفه سال نو میلادی با امضای یک فرمان 4 خادم دولتی و جمعیتی از تاجیکستان را با اردن‌های دولتی سرفراز گردانید. فرمان پوتین روز 3 دکبر سال 2022 در سامانه رسمی حکومت روسیه نشر شد. در فرمان از جمله چنین نوشته شده است: برای سهم بزرگ در رشد دوستی و همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان رسولزاده قاهر با اردن شرف یا پچوت، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان زاکرزاده محمد طاهر ظاهر، مدیر کل جمعیت مسئولیتش محدود گازپروم نفت تاجیکستان میرزای فراد سلطان بیگویچ، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان رحیمی فرهاد با اردن دوستی سرفراز گردانیده شوند. قاهر رسولزاده 8 مارس سال 1961 در نوه باباجان غفوروف در شمال تاجیکستان به دنیا آمده. سال 1982 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص مهندس گیدروتکنیک و سال 2008 اکادمی خدمت دولتی پرزیدنت روسیه را در مسکو ختم کرده است. رسولزاده از سال 2000 تا 2006 وزیر آب و آبیاری و از سال 2006 تا 2013 رئیس ولایت سوخت بود. او ماه نوامبر سال 2013 به مقام سروزیر تاجیکستان تعیین شد. رسولزاده نامزد به علم‌های تکنیکی می باشد. محمد طاهر زاکرزاده 5 ایول سال 1956 در نوحه رشت در شرق تاجیکستان به دنیا آمده است. سال 1985 دانشکده کشاورزی قزاقستان را ختم کرده است. زاکرزاده در گذشته به حیث مدیر اگنتی کیانشناسی، رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و رهبر اگنتی و سپس کمیته زمین و گردش کار کرده. سال 2016-2020 معاون سروزیر تاجیکستان بود. زاکرزاده به اور سال 2020 رئیس مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان انتخاب شد. فرهاد رحیمی دکتر علم‌های فیزیک و متماتیک، پروفسور اکادمیک و پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان 19 سپتامبر سال 1968 در پنجکند به دنیا آمده. سال 1992 رشته فیزیک دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. درباره فرهاد میرزایف که سالهای طولانی رهبری شرکت گازپروم نفت تاجیکستان را در دست دارد معلومات زیادی در دست نیست. تنها معلوم است که او همزمان رهبری فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه را هم به عهده دارد. نرخ پتنت کار برای خارجیان در اکثر ولایت‌های روسیه از 1 ژانویه سال 2023 بالا رفت. بالوروی نرخ پتنت بیشتر به افزایش حجم کوفیسینت دفلیاتور برای سال 2023 بستگی دارد که قریب 15% بالا برده شد و برای سال 2013 در حجم 2770 روبل مقرر کرده شده است. به استثنای جمهوری خاکاسیا که آنجا قیمت پتنت 427 روبل کمتر کرده شد. در دیگر منطقه‌های روسیه نرخ این سند برای فورت مهاجران کاری در روسیه حیاتاً مهم را همه بالا بردند. از جمله در شهر و ولایت مسکو که اکثر مهاجران کاری به همین قسمت قلمرو روسیه می آیند، از 1 ژانویه سال 2023 نرخ پتنت یک ماهه 6600 روبل یا تقریباً $100 را تشکیل خواهد داد. سال گذشته نرخ پتنت در این دو منطقه 5900 روبل بود. قیمت پتنت در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد باز یک بازار عمده و جذاب برای مهاجران کاری نیز بالا برده می شود، ولی نه چندان، از 4200 به 4400 روبل. ولی در برخی منطقه‌های روسیه قیمت پتنت را تا چند هزار روبل بالا بردند. ولایت کورسک 1260 روبل، کراسنیارسک 1600 روبل، ولایت نوفگورود 2571 روبل، ولایت چلیابینسک 2000 روبل، کشور زبایکالیه 2121 روبل. عجیب آن است که در منطقه‌های اقلیمشون خیلی سخت و دور افتاده روسیه از جمله در سیبیر، شرق دور و شمال دور نرخ پتنت در مقایسه با مناطق‌های برای کار و زندگی مناسبتر این کشور برعکس خیلی بلندتر است. از جمله در حوزه مختار یمال و نینتسک
ارزش ماهانه پتنت را برای مهاجران کاری قریب 11,000 روبل، در کشور زبایکال 9,700 روبل، در ولایت‌های مگدان و تویر، جمهوری کرالیا و کشور پریموری بیش از 8,000 روبل مقرر کردند. خبری از 1 ینور سال 2023 بالا رفتن قیمت پتنت در شهر و ولایت مسکو باعث در روزهای قبل از سال نو به وجود آمدن نوبت‌های بزرگ در مرکز مهاجران در ساخرو شده است. طوری از ویدیوی به پایگاه خبری بامداد ارسال شده دیده می شود هزاران مهاجر در مرکز ساخرو مجبور بودند که ساعتها نوبت بپایند تا سندهای خود را برای فعالیت قانونی در پایتخت روسیه و اطراف آن درست کنند. یک زن 35 ساله شهروند تاجیکستان در ولایت مسکو با گمان کشتار زن 28 ساله از قرقیزستان بازداشت شده است. در این باره روز 1 ینور سال 2023 سامانه 360 تیوی با تکیه به منابعش در مقامات حفظ حقوق ولایت مسکو خبر داد و گفت او با جبر دیده هر دو در یک منزل در شهرک والدرایسک که در نزدیکی مسکو اجاره می نشستند. بنا به اطلاع منابع این نشریه زن بازداشت شده در قلمرو روسیه به طور قانونی زندگی میکرد، در یگان جا رسما کار نمیکرد، عائله ندارد، قبلا سود نشده است، اسم او نشر نشده است. گفته می شود که روز 29 دکبر بین این دو زن همخانه و دوگانه به سبب‌های هنوز نامعلوم مناقشه سر زده است و در جریان این جنجال زن تاجیک به قفس سینه زن قرقیز نه کمتر از یک ضربه کورد زده است. شهروند قرقیزستان بر اثر جراحت برداشتش در جای حادثه جان داده است. کارمندان پلیس برابر به جای حادثه آمدن زن تاجیک را همچون گمانبر دستگیر کردند. زنی که صاحب این منزل بوده است به 360 تیوی نقل کرده است که جبر دیده زن دستگیر شده را خوب میشناخت چون که آنها هر دو در یک خانه اجاره می نشستند. به گفته او زن کشته شده ظاهرا یک دختر عادی خوش تربیت به نظر می رسید. وی در اینجا همراه دو گانش، مادرش و دو کودکش زندگی میکرد. مادرش به او در نگاهبین فرزندان کمک میکرد. من هر باری که به او برای پول اجاره زنگ میزدم همیشه بیرون از خانه بود، هر کجا دو و توز میکرد که پول کار کند. من چنین فهمیدم که کودکانش را مادرش نگاهبین میکرد. آنها یگان 8 ماه باز در خانه من اجاره می نشستند. این زن وقتی که خانه را اجاره می گرفت هنوز حامله بود. کودک دویمش را در همین خانه تولد کرد. نقل کرده است امصوبت نشریه 360 تیوی صاحب خانه گفته است که هر ماه برای پول اجاره به آنجا نمی رفت چون که اجاره نشین‌ها آدمان خوش تربیت به نظر می رسیدند و ضرورتی از پس آنها تفتیش کردن وجود نداشت. این زن می گوید که دو کودک آن زن قرقیز کشته شده حالا در خانه او قرار دارند. شب 30 و 31 دکبر سال 2022 هنگام شستن یک ماشین بنزینکش در نقطه ماشینشویی در کوچه به نام لینین در شهرک شورشه نویه پوشکنه در کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه دو کارگر، یکی از بلاروس و دومی از تاجیکستان هلاک شدند. بنا به اطلاع پلیس سنت پترزبورگ شام جمعه 30 دکبر یک ماشین بنزینکش طبقه والوو برای شستشو به این نقطه ماشینشویی آوردند. شستشوی بنزینکش را به دو کارگر این کارخانه، یکی از بلاروس و دومی از تاجیکستان سپردند. یکی از کارگران در سیسترن را کشوده ناگهان به درون آن افتاده است. کارگر دوم به کمک رفیقش شتافته کوشش کرده است که او را از سیسترن بیرون بکشد ولی او هم به درون افتاده است و در نتیجه هر دو به احتمال غالب از نفس کشیدن هوای بنزین آلود جان باختند. بنا به اطلاع منابع نشریه محلی چلاف نیوز وقتی که کارمندان پلیس به جای حادثه رسیدند هر دو کارگر نقطه ماشینشویی الکی جان داده بودند ولی در حالی که بنا به اطلاع رسانه‌ها به این دو کارگر تازه کردن داخل سیسترن را سپریده بودند، زنی که صاحب این نقطه ماشینشویی است به نشریه افتاده‌اش رو گفته است که آنها باید تنها بیرون ماشین را می‌شستند ولی یکی از کارگران تصادفاً به درون سیسترن افتاده است و کارگر دوم او را نجات داده شده است. علت دقیق مرگ این دو کارگر را باید اکنون تشخیص طبی و دادگاهی معین کند. کمیته تفتیشات مسئله کشیدن پرونده جنایتی در رابطه با مرگ این دو کارگر در نقطه ماشینشویی در شوشاری را بررسی میکند. بنا به گزارش‌های رسیده یکی از کارگران هلاک شده از بلاروس و دومی از تاجیکستان بودند ولی در حالی که برخی رسانه‌ها می‌نویسند که شهروند بلاروس 50 سال و جوان تاجیک 21 سال داشت، رسانه‌های دیگر سن آنها را 53 و 23 میگویند.
روز 1 январи соли 2022 қалби устоди ҳунари овозхони академияи классикии тоҷик, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон профессор Бурҳон Маҳмадқулов дар синни 77 аз тапидан бозмонд. Бурҳон Маҳмадқулов 27 майи соли 1945 дар шаҳри Душанбе ба дунё омада, соли 1963 омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ва соли 1967 консерваторияи давлатии шаҳри Москав ба номи Чайковскийро бо ихтисоси овозхони академӣ халқ кардааст. ӯ солҳои 1968-1969 дар театри Калони СССР таҷриба андӯхта, аз соли 1970 дар тӯли беш аз 50 сол сарояндаи театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ буд. Бурҳон Маҳмадқулов ҳамзамон соли 1994-1996 ба сифати сароянда дар ансамбли шашмақомсароёни Кумитаи телевизионӣ ва радио ҷумҳурӣ кор кардааст. ӯ бо навҷоӣ ва санъати баланди овозхонӣ ба дунёи созу овоз дохил шуда, сурудҳои халқии классикиро бо тамоми нозукиҳояш аду мекард, вале бештар ҳамчун сарояндаи санъати академӣ ном баровардааст. Бурҳон Маҳмадқулов таҳти раҳбарии артисткаи халқи СССР Аҳмад Бобоқулов маҳорати ҳунарияшро дар иҷрои мусиқии халқии классикӣ такмил додааст. ӯ дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, мамолики хориҷӣ, ҷашнвораҳои мусиқии ватанию хориҷӣ иштирок кардааст. дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Турсунзода ва солҳои охир дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Сатторов ба шогирдон нозикиҳои санъати вокалиро дарс медод ва аз соли 2003 унвони профессорро ба даст овардааст. Бурҳон Маҳмадқулов барои хидматҳои шоистааш бо орденҳои нишонаи фахрӣ ва шараф сарфароз гардидааст. Соли 1977 вақте ки ҳамагӣ 32 сол дошт, Бурҳон Маҳмадқулов сазовори унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон гардида, соли 1990 дар синни 45 сазовори унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон шуд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. Хуш бошед.